سلام، وقت بخیر. هوتن غضنفری هستم، کارشناس ارشد موسیقی و نوازنده کلارنت و ساکسوفون. در این ویدیو میخوام بهتون آموزش ساده کلارنت رو یاد بدم. قبل از هر چیز باید بگم خدمتتون که کلارنت از دو نوع کاوچو و چوب گراندیولا آبنوس تشکیل شده که سازهایی که در حقیقت از جنس کاوچو هستن سازهایی هستن که در حقیقت شما هر چقدر که بخواید با ساز بزنین، چه نیم ساعت چه 10 ساعت و هر مدت زمانی که بخواید نوازندگی کنین، در حقیقت صدای ساز تغییری نمیکنه. ولی بهترین جنس آبنوس هست و شما در موقعی که ساز کلارنت آبنوس و چوب رو دارین و قیمت بالایی هم داره و خیلی کمک میکنه به اینکه از هر مدت زمانی که به شروع به نواختن میکنین در حقیقت صدای شما دقیقه به دقیقه خیلی بهتر میشه. اولین چیزی که باید تو نوازندگی کلارنت ما یاد بگیریم این هستش که ساز کلارنت بدون این چوب که به 3 اسم معروف هست، قمیش، آنش و یا ریگ، بدون این چوب اصلا صدای ساز در نمیاد. و مدت زمانی که ساز شما در جعبه قرار داره و شروع میخوایم بکنیم به باز کردن و بسته شدن تمام اجزای کلارنت، حتما باید این چوب در دهان شما حدوداً 15 ثانیه تا 20 ثانیه خیس بخوره که حالا از قبل من تو ساز آماده کرده بودم. مدت 15 ثانیه این کار کردیم، شروع میخوایم به نواختن بکنیم. ولی نکته خیلی مهم، ساز کلارنت از 7 قسمت تشکیل شده. قسمت شیپوری، پایین، تنه پایین، تنه بالا، گلویی، سرساز، بست که باعث باز و بسته شدن و نگهداری در حقیقت بین قمیش و سرساز هست. برای این حرکت ما که بخوایم بنوازیم، بستمون رو دقیقاً روی سرساز قرار میدیم. قمیشمون رو در حقیقت جایگاهی مشخص داره برای اینکه بخوایم ما قمیشمون رو قرار بدیم و وقتی قمیشمون رو قرار دادیم به این زاویه به پشت قمیش، نه برآمدگی، جایی که نوشته شده باشه و حتما مارک وندورن استفاده کنید. دقیقاً روی سرساز قرار میدیم به حالتی که هم قمیشمون از اون بر مشخص نباشه و هم سرسازمون از پشت. وقتی که ما شروع میکنیم به قرار دادن قمیش روی ساز، بستمون رو میزنیم و حتما بستمون رو از پشت عزیزان باید پیچ ها باشه. بیاریم پایین، با انگشت شستمون قمیش رو نگه میداریم و با دست دیگه قمیش رو متقارن میکنیم با سرساز. با این حرکت یکم به سمت پایین تر و پیچ ها رو سفت میکنیم. این نحوه اول بستن قمیش و الان ساز کلارنت آماده هست برای نواختن. تو ویدیوهای بعدی مراحل بعدی نواختن کلارنت رو بهتون آموزش میدم. موفق